همه رو بردم. میگم وای 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 هر که به هر که بخوره وای بیشتر شد آرش. اوه 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 دروازه دوران سری که درشون داره چپ فقط نشه چپ فقط نشه اینجوری آخه چه بلند نیست که افتاد زمین. خدا با رفت و سر هم دکلنا زنه تو جونه حتی تو درختا کانکس پلیس هم داره میبره. یا ابوالفضل العباس dessa criança. O nono sarbu. بله. اونا همون نمیدونم باب گرفته یا نه فکر کنم مقصد قد عیا پیغمبر یه جور آخر شیبانی های آره بیبر اینجا بده اینجا نگاه کن این نزدیک شیخش کرده هنکت و اینا ریگه گاز برو نه گاز قد نیست
علی سه یا حسین یا حسین یا خدا این خونه هایی که الان میبینید رو پشت بوم همه این خونه ها آدم بوده. کلی هم خونه همین جایی که من وایسادم بوده، بالاشون هم همه آدم بوده، ولی هیچ هلیکوپتری نبود اینا نجات بده. همه رو هم برده، یعنی با چشم خودشون مردم همدیگه رو دیدن که داشته آب میبردن ولی کار نمیتونستن بکنن، فقط نگاه میکردن. الان این خونه نیستش، آدما نیستن، خدا میدونه الان رسیدن خوزستان و مردم هیچ هم نمیدونه کی مرده است کی زنده است، ولی الان دیگه پر هلیکوپتره. آب هم میبینید دیگه، این آبی که الان میبینید انقدر ترسناکه دیروز 50 برابر بوده. سر تو ببینید این سر قرار بود جلو آب بگیره، کسی نیست الان خودشو بگیره. فقط باید اسم یه شهر آقلا باشه، حتما باید شیراز باشیم. ما گناهمون اینه که اسمش بلدختره. شوفه الان خیابون هفته تیره ده ساعت 9 صبح تا ساعته که الان 18 هیچ گونه مغازه ساختمون سالم نمانه، همان زیر آب. خیابون انقلاب جنوبی تمام منازل ساختمان ها همه زیر آب، ولیو که اصلا کسی خبر نره، هیچ کسی نمیدونه چه اتفاقی اوچه افتاد و هنوز هم اماد سرگردانیم. همه مردم امان پشت رنج ببرم. آی خدا من زندگی من آورد. آی هیچ نارم لباس هم نارم بکنم، تمام شیا من آورد، خونه من هم آورده، هیچ هم نارم، پیرم نارم، غذاسی باشم بگیرم، روسی باشم بخورم، هیچ هم فعلا دولت کمک نکرد، تمام زندگی من هم آورد. آی خدا، آی خدا کجا؟ آی هونم وی جمال هونم و او کشکو جا هونم زندگی من دوای چی او همشون بود، همه زندگی من آب برد. الان ده هیچ نارم، جا هم نارم، سرپناه هم نارم، چه باید کنم؟ خدا خیلی بدبختم کی بیاورم.